برقراری پرواز هواپیماهای آدمکشان بین تاجیکستان و چین به مهلت نامعین موقوف گذاشته شد. ذخیره طلا در ازبکستان کم شده است. تعداد قربانیان زمین لرزه در افغانستان به 1500 نفر رسید. در فرانسه باز به زنان پوشیدن بورکینی را منع کردند. برقراری پرواز هواپیماهای آدمکشان بین تاجیکستان و چین به مهلت نامعین موقوف گذاشته شده است. هواپیمایی که میبایست از دوشنبه به ارومچی امروز 23 ایون پرواز میکرد موقوف گذاشته شد. به خبرگزاری از پیروس از سفارت چین در تاجیکستان گفتند که حتی به آنها روز پرواز و سبب موقوف گذاشته شدن آن معلوم نیست. خبرگزاری می نویسد که تأخیر پرواز احتمال به وضع تا حال نااستواری اپیدمیولوژی در چین وابسته باشد. از آخر ماه اپریل سال جاری در چین محدودیت کرانتین ها جاری شده. اول ماه ایون ذکر شد که وضعیت به اعتدال آمده است. شبانه روز اخیر 151 نفر در چین از کرونا ویروس سرایت گرفته اند. درباره برقرار شدن علاقه هوایی بین تاجیکستان و چین قبلا از اگنتی اویاسیون گرجدنی جمهوری خبر داده بودند. ذکر شده بود که چند پیش به درخواست تاجیکستان جهت آغاز پروازها بین کشورها از چین پاسخی مثبت رسید. میبایست شرکت‌های هواپیمایی دو کشور در هفته یک پروازی انجام دهند. قابل ذکر است که پرواز هواپیماها از تاجیکستان به چین 2 سال اینجانب از 10 اپریل سال 2020 قطع شده بود. بانک مرکزی ازبکستان اعلام کرد ذخیره های طلایی این کشور در سطح 35 میلیارد و 400 میلیون دلار قرار گرفته است. ازبکستان از لحاظ ذخیره های طلا در بین کشورهای جهان در مقام 17 قرار دارد. کارخانجات زوباهن نوایی و آلملیق تولید کنندگان طلا در ازبکستان هستند. بر اساس اعلام بانک مرکزی ازبکستان این رقم نسبت به ماه می 497 میلیون و 100 هزار دلار کمتر است. پیشتر شورای جهانی طلا در گزارش اعلام کرد ازبکستان در ماه فوریه سال 2022 از لحاظ فروش طلا در جهان مقام اول را کسب کرده است. ازبکستان برای اکتشاف ذخیره های طلایی جدید برای سالهای 2020-2024 230 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. تعداد قربانیان زمین لرزه در افغانستان به 1500 نفر رسید. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره بیش از 2000 نفر مجروح شدند. زمین لرزه در جنوب شرق افغانستان روز چهارشنبه 22 ایون رخ داد. آن همگی چند دقیقه دوام کرد اما با ضرر خیلی کلان انجامید. یک چند دهه تماما خراب شده، آدمان تا حال در زیر خرابه ها مانده اند. زمین لرزه به چندین مضافات ضرر رسانده، بیشتر خسارات در پکتیکا، ننگرهار و خوست به قید گرفته شده است. تنها در ولایت خوست 600 خانه ویران شده است. به احتمال زیاد به گفته کارشناسان اینقدر قربانی ها به دلیل آن است که زمان زمین لرزه صبح بر وقت بود، مردم هنوز در خواب بودند و برای ترک خانه هایشان وقت نداشتند. گفته می شود مرکز زمین لرزه در نزدیکی مرز با پاکستان در عمق 10 کیلومتر واقع بوده است. دادگاه عالی مأموری فرانسه پوشیدن بورکینی و لباسهای آببازی که بدن را از سر تا پا می پوشاند به زنان منع کرده است. دادگاه به بر کردن این گونه لباس را پایمال کردن پرینسیپ های دنیویتی فرانسه عنوان کرده است. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر می دهد. در ماه می سال 2022 شهر گرینوبل فرانسه با گوش کردن فعالان محلی برای استراحت زنان مسلمان از جمله اجازه شناوری به زنان با برقینی و بالاپوش اجازت داده بود. شهردار گرینوبل اصرار داشت که زنان باید در پوشیدن لباس و ابراز عقیده دینی خود آزاد باشند. در همین حال روز سه‌شنبه 21 ایون دادگاه عالی مأموری فرانسه تصدیق کرد که اجازه بورکینی غیر قانونی است. وزیر امور داخلی فرانسه حکم دادگاه را غلبه دنیویت نامید. سازمان‌های دفاع حقوق مسلمانان در فرانسه گفتند که منع بورکینی آزادی‌های بنیادی را محدود می‌کند و تبعیض علیه زنان مسلمان می‌باشد. این بود شرح خبرها تا این دم. با ما باشید.